سلام دوستان عزیزم. یه فال روزانه برای دوشنبهتون میگیرم. دوشنبه 27 بهمن. نیت کنید لطفاً با من همسو بشید. اگر سابسکرایب نکردی برای همسویی سابسکرایب کن، لایک کن و کامنت هم در آخر بذار. ممنون میشم از دوست عزیزم. نیت کن، به نیت دل تو هر چیزی که بیاد برات تفسیر میکنم. از ملائکه مقرب ریکی درخواست کمک و یاری میکنم. به منتظر یک جریان مالی، کاری یا حتی یک جریان و انرژی که در رابطه با کیس احساسی دارید که قفل شده و جلو نمیره، منتظرش هستید که اینجا کارت بعدی میگه این اتفاق براتون میفته. هر انرژی که توی زندگیتون قفل شده و ثابت مونده، حرکت نمیکنه، چه مالی چه کاری و چه احساسی، براتون اتفاق میفته به طور معجزه آسا. خبر خوشحالی، شادی و جشن گرفتن براتون میرسه و از این خبر که تا حالا راکت بوده و ثابت مونده بوده، حرکت نمی‌کرده انرژیش، خبر خوب براتون میبینم. انشالله براتون اتفاقهای خوب بیفته، چه مالی چه عاطفی چه کاری.